نیست که مثل دایسون خب برسش خیلی کوچیکه، یعنی قطر برسش کوچیکه و موها رو بیشتر فر میکنه تا صاف. ولی این من الان به شما نشون میدم که چقدر راحت و سریع میتونید با این موهاتون استایل کنید و وز نمیکنه اصلا مو رو. و میگم این این لوله مسیش باعث میشه که سریعتر داغ بشه و زودتر موهاتون حالت بگیره. الان میبینید. و نکته دیگه ای که من باید بگم، یه سریا برای من نوشته بودن زیر ویدیو دایسون که ما نمیتونیم اون صافی که تو از موهات گرفتی یا اون حجمو به موهامون بدیم. شاید به خاطر جنس موه من، جنس موهام خیلی نرمه و نازکه، ضمن اینکه خب حالت داره دیگه. مثلا من تا اینجاهای موهام صافه، بعد از اینجا به بعد دیگه داره فر میشه الان و یه 2-3 سانت از ریشه به بعد دیگه موهای من فره. برای همین ممکنه به خاطر جنس موتون باشه که